خوش آمدید به استان بوشهر دشتستان، شهر آبپخش، نگین سبز استان. بیشترین تعداد نخلات تو استان ماست. انواع خرما که داریم، خرمای کبکاب که بیش از 90% خرمای منطقه ما میشه کبکاب. به این شکله. گرمترین خرما و مقوی‌ترین خرمایی که هست کبکابه. بسته‌بندی مختلف از 1 کیلویی هست تا برسه ظرف 10 کیلویی. بعد از کبکاب پرطرفدارترینش میشه خاصویی. ذاتاً خودش دونش ریزه، خرما خوش عطر و طعمیه. بهش میگن خاصویی، ذاتاً دونش ریزه، عطر عجیبی داره نسبت به مابقی خرما. یعنی باز همینجور بسته‌بندی‌های مختلفی داره. اینا کلاً بسته‌بندی خرمایی که شد داره. مثلا بعضیا میخوان خرما که شد نداشته باشه، میشه از مثل خرمای پیارام و بوشهری یا همون شاوی بدون شده، یا مثلا خرماهای زائدی با چای استفاده میکنن. خود همون خاصوی فله‌ایش هست، مجدد بریمی هست. گل سرسبدش هم میشه پنیر نخل، مغز درخت نخل. این خیلی طرفدار داره. این کله بالای درخت نخله، یعنی کلا یه درخت نخل از بین بره تا ای به دست بیاد. بهش میگن پنیر نخل. خیلی هم مخویه. میتونی بذار بدن میشه جان. نخلا رو بگی تا توضیح بدم کجا در میاد. اون قسمت بالاش هست که شاخه برگ سبز داره. حالا اگه بشه زوم بکنیم دقیقاً از وسطمون مغز درخت نخل، ساقش تنش نه، اون کله بالای درخت. یعنی کلا یکی ما بزنیم یه نخلی از بین میره. تنها درختیه که برعکس چیه، اگه قسمت بالاشو بزنی از بین میره. ما وقتی درخت‌ها نه، برعکسه. یه اصلشو بالای درخت نخله. یه هم ورودی شهر ما آبپخشه. اکثرا خرما فروشی، یعنی محصولاتی که ما گفتیم. اینا هم گفتی که این هم میشه معجون. میکسی از خرما، شیره خرما، کنجد، زنجبیل، فلفل سیاه، دارچین، خلال، بادام و گردو. یه چیز بسیار گرم و مقویه. اینا پول میده واسه منطقه ما. آره، یه چیز بسیار گرمیه. اونایی که سرمجازن خیلی. آره، خرمای بدون عسل چرخ شده. یه هم میشه خود ارده. ما معمولا خرمامون رو یا میکس میکنیم با ارده میخوریم، خودش به تنهایی ما استفاده نداریم. این میکسی از ارده و شیره است. این ارده با این شیره خرما، شیره محلی خرما روی حرارت کم پخته شده. ما بهش میگیم حلوا کشی. صبحونه عصرونه استفاده میکنیم. میکسی از دو تا رو حرارت. یه هم ارده با خود کنجد با کاکائو. ارده و کنجدن با کاکائو. آره. قلب گلابجان آبپخش، شهر آبپخش. معدن خرما دیگه. از قلب و نخلستان عبور میکنی و خرما تا دلت بخواد خرما میبینی اینجا. بله. چیزی که من خیلی دوست دارم. نوش جونتون.